و یک نکته که خیلی دوست داشتم بهتون بگم، اگر پستایی میذارم که خب در مورد راهکارهای خونگی هستش برای اینکه حالا پوست خوبی داشته باشیم، به چند علته. اینکه خب دوست دارم شما از کمترین امکاناتی که دارید تو خونه سریع استفاده بکنید و بتونید حال پوستتون رو خوب بکنید و حال خودتون هم خیلی خوب میشه، به خاطر اینکه شما وقتی که اون تایم رو میذارید برای خودتون، وقت میذارید که یه ماسک ساده درست بکنید، همون ارزشمندی به خودتونه. یعنی دارید برای خودتون تایم میذارید، برای زیبایی خودتون، برای سلامت خودتون و این حس و انرژی خیلی خوبیه و خب اینو خیلی دوست دارم که با شما شیر بشه و اینکه در کل بدونیم که ما حتی اگه شده بشیم 2 صفحه کتاب بخونیم، اون زمانی که داریم اون کتاب رو میخونیم چون برای خودمونه خیلی ارزشمنده. یا مثلا ورزش میریم به خاطر که وجودمون سلامت باشه و اندام خوبی داشته باشیم، زیباتر باشیم، همین که برای خودمونه داریم این تایم رو برای خودمون میذاریم خیلی ارزشمنده. و همینم این ماسکایی که بهتون میگم به خاطر اینه که شما برای خودتون وقت بذارید، حتی شده خیلی سریع و این کار رو بکنید. خب هم نتیجه خوبیه برای پوستتون، هم برای حال خودتون، کم کم متوجه میشین. یکی از علتاش اینه. امیدوارم که عصر پنجشنبه خوبی داشته باشید.